درود به همه شما دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. من پورخالقی هستم، متین، مدرس این دوره. قبل از اینکه بریم سراغ محتوای جلسه اول، می‌خواستم این نکته مهم رو بهتون اینجا توضیح بدم. ما طبق روالی که توی آکادمی داریم و می‌خوایم داشته باشیم خیلی بیشتر، تصمیم گرفتیم که جلسه اول دوره رو به صورت رایگان در اختیارتون قرار بدیم. دلیلمون هم اینه که ما معمولا توی جلسات اول نقشه راه دوره رو کامل توضیح میدیم، سرفصل‌هایی که قراره یاد بگیرید و کامل بازشون میکنیم که اصلا چه سرفصلایی هست و به قولی میگیم که اصلا چرا باید شما این دوره رو ادامه بدید و آیا مناسب شما هست و مناسب شما نیست و میایم در رابطه با خود مهارت، سرفصل‌ها و اهمیت و ضرورت این موضوع صحبت میکنیم. توی این قسمت شما جدا از این که خب با فضای کلی دوره خیلی آشنا میشید، با خود من هم و مدل آموزش دادن من هم کمی بیشتر آشنا میشین و میتونه توی تصمیم گیری شما که آیا ادامه این دوره رو خریداری بکنید یا نه خیلی تاثیر مستقیم بذاره و بتونم حداقل بخشی از تصمیم گیریتون رو برای ادامه این مسیر راحت‌تر کنم و بتونم کمکی کرده باشم. یه نکته هم بگم، توی معمولا جلسات اول ما آپدیت های دوره رو قرار نمیدیم، یعنی توضیح نمیدیم خیلی راجع بهشون و صرفا از روشون گذر میکنیم و اینجا لازمه که من در رابطه با یکی از مهمترین آپدیت های دوره یعنی اپیزود 7 بهتون یه توضیح بدم، چون قرار ما تو اپیزود 7 ساخت AI ایجنت و دستیارای هوش مصنوعی که یکی از خفن‌ترین و خودم به قولی میشه گفت که مورد علاقه خودم تو بحث کلا دنیای هوش مصنوعی هست اونجا صحبت کنیم و آموزش 0 تا 100 رو بذاریم. دستیارای هوش مصنوعی یعنی که شما خودتون میتونید بدون هیچ مهارت کدنویسی و تخصص خاصی برای خودتون نیروهای هوش مصنوعی بسازید. یعنی یه سری اتوماسیون ها رو هوش مصنوعی میاد به صورت خودکار براتون انجام میده. چه تو زندگی شخصی میتونه به عنوان یک دستیار حرفه‌ای که یه سری کاراتون رو روزمره براتون انجام بده کنارتون باشه، چه توی بیزینستون اگر بیزینسی دارید میتونید مثل یک نیرو براش یک سری کار تعریف کنید و اون کارا رو هوش مصنوعی به صورت مداوم و روزانه براتون انجام بده. یه مثال بخوام بزنم، هر روز صبح ایمیلاتون رو چک کنه، براتون خلاصه‌شون رو بفرسته، کارهای روزتون رو برنامه‌ریزی کنه. یکی از ساده ترین کارهایی که میشه انجام داد. با وایس باهاش میتونید صحبت کنید، براتون ایده محتوا در بیاره، کاراتون رو بررسی کنه، تحلیل کنه و هر چیزی که تو ذهنتون باشه یه دستیار هوش مصنوعی میتونه براتون انجام بده. حتی الان کمپانیایی هستن که به قولی 1500 تا نیرو با AI ایجنت ها ساختن. شما فکر کنید حسابداری کلن هست میشه. چرا؟ چون یک هوش مصنوعی میتونه اون کار رو به بهترین شکل ممکن انجام بده با دقت خیلی بالاتر و البته بدون خستگی. امیدوارم که از این دوره، از قسمت اول دوره مخصوصاً، اون لذت کامل رو ببرید، اون استفاده کامل رو ببرید. هر سوالی که داشتید پشتیبانای ما کنارتون هستن، چه توی فرایند خریدتون چه حتی بعد از خرید که اصلا اصل پشتیبانی ما بعد از خرید شروع میشه و توی کل مسیر هر سوالی داشته باشید پشتیبانای آکادمی کنارتون هستن. و دیگه فکر کنم توضیحات کافیه و بریم برای اینکه قسمت اول رو ببینیم. نحوه خرید دوره و دریافت دوره هم توی توضیحات همین ویدیو که دارید میبینید قرار گرفته. امیدوارم که روز و ادامه روز و یا شب خیلی خوبی رو هم داشته باشید. خیلی سال پیش، زمانی که اینترنت برای مثال اومد، اون تایمی بود که ما اصلا باورمون نمیشد که اینقدر بزرگ بشه، اینقدر مهم بشه و زندگیمون یه بخشی بشه از اینترنت یا اینترنت یه بخشی از زندگیمون بشه که هیچ وقت نتونیم جداش کنیم. توی به قولی هر اتفاق بزرگی که توی دنیا میافتاد داستان همین بود و روز اول همیشه ترس بود از اینکه این اینترنت اومده شغل‌ها چه اتفاقی براشون میفته. حالا با اینکه الان اینترنت هست، آنلاین هست، چه شغل‌های جدیدی به وجود میاد و هزاران فکر و ترس و ایده و هزاران چیز جدید وارد دنیا شد. و الان هم همینه. الان هم هوش مصنوعی یک قدم جدیدی رو به وجود آورده، یه دنیای جدیدی رو به وجود آورده که شاید الان کمی خیلی از مواردش برای به قولی ما هم کمی سخت باشه، کمی قابل درک نباشه این موضوع که چقدر مگه میتونه این هوش مصنوعی بزرگ بشه، رشد کنه، چه کارهای عجیبی میتونه انجام بده. ولی الان هم میخوام بهتون اینو قول بدم که زندگی ما به زودی گره میخوره به هوش مصنوعی و شما نمیتونید اینا رو از هم دیگه جدا کنید. عملاً منی که الان اینجا نشستم و دارم با شما صحبت میکنم بالای 80% روزم رو با هوش مصنوعی دارم پیش میبرم و
اینجام تا با شما راجع بهش صحبت کنم، تا عنوان مهمی مثل مهارت هوش مصنوعی رو بهتون کامل توضیح بدم. مهارت هوش مصنوعی دوستان یک چیزیه که همه ما باید بلدش باشیم. یه مهارت الزامیه، مثل سواد رسانه، مثل مهارت دیجیتال، مثل مهارت کار با اینترنت، مثل مهارت زندگی کردن، مهارت سرمایه گذاری، مهارت اقتصادی. چیزیه که همه ما باید بلدش باشیم و اصلاً راهی نداره شما توی دنیای مدرن زندگی کنید و از این مهارت مهم بخواید بگذرید. درود به همه شما دوستان عزیزم. پورخالقی هستم، متین، و خیلی خوشحالم که دارم راجع به این موضوع و بحث مورد علاقه خودم با شما صحبت میکنم. بحثیه که توی این 1-2 سال اخیر به شدت بیزینس، زندگی و کار منو متحول کرده و عجیب درگیرم کرده و میخوام توی این حالا فضایی که داریم با همدیگه ارتباط میگیریم، توی این تایمی که با همدیگه هستیم، من مهارت پایه و مقدماتی هوش مصنوعی، چیزی که شما نیاز دارید از هوش مصنوعی یاد بگیرید و به صورت کامل بهتون آموزش بدم. میتونه اسمشو بذاریم حتی سواد هوش مصنوعی، میتونه اسمشو بذاریم مهارت هوش مصنوعی. ولی دلیلی که من مهارت رو انتخاب کردم اینه که خیلی چیزهای عملیاتی ما قراره اینجا با همدیگه یاد بگیریم و حالا قدم به قدم با همدیگه پیشش میریم. جدا از این که شما یاد میگیرید که توی زندگی کاریتون، توی زندگی شخصیتون، توی روزمره‌تون، توی تصمیماتتون، همینطور اصطلاحات مهم هوش مصنوعی یاد بگیرید، اصلا عملکردش رو یاد بگیرید به زبان ساده که اصلا این چه اتفاقی داره اون پشت میفته، و بریم سراغ بعدش ابزارها رو با هم دیگه بررسی کنیم. شما یاد بگیرید بتونید خودتون ویدیو تولید کنید با هوش مصنوعی، عکس تولید کنید با هوش مصنوعی، به قولی پرامپت نویسی رو قشنگ یاد بگیرید، چون پرامپت نویسی که از مهمترین بخشایی که شما باید یادش بگیرید. موزیک تولید کنید حتی با هوش مصنوعی، تحلیل بکنید، به قولی تصمیم بگیره جای شما، دستیار هوش مصنوعی برای خودتون بسازید توی موارد مختلف و به قولی بخش عظیمی از زندگیمون رو بتونیم واگذار کنیم و با هوش مصنوعی میکرو اتوماسیون های جذابی برای همدیگه بتونیم بسازیم. یه چیز باحال که من توی این فضا حالا قطعاً بهش بیشتر دقت میکنیم، یک مهارتی هم به اسم پرامپت نویسی شما اینجا یاد میگیرید. چرا من اینقدر روی این مهارت تاکید دارم؟ چون به قولی پرامپت میشه اون دستوری که شما به هوش‌های مصنوعی میدید تا یه کاری براتون انجام بدن و زبان مکالمه با هوش مصنوعی به قولی میشه اون پرامپت نویسی. اون دستوری که شما به هوش مصنوعی میدید که براتون یه کاری رو انجام بده بهش میگن پرامپت و شما باید مهارت این که چطور با هوش مصنوعی اصلا صحبت کنید و یاد بگیرید. چرا؟ چون تمامی این چیزهایی که من میخوام به شما اینجا بگم در نهایت نیاز داره که شما باشون کار کنید. برای مثال میگم شما با هوش مصنوعی تولید محتوا کنید، اصلا حتی اینجا بتونید با هوش مصنوعی یک سایت بدون هیچ مهارتی یاد بگیرید و بسازید و تا جایی ممکنه دوستان من ابزارهای رایگان رو انتخاب کردم که بتونیم باهاشون کار کنیم و قشنگ دستمون بیاد و در صورت نیاز بریم سراغ ابزارهای پولی. ولی هدف اینه که شما قشنگ بتونید با این ابزارها کار کنید، یادشون بگیرید و بیشتر روزمره‌تون رو روی دوش این ابزارها بذارید و سرعت، عملکرد، بهره‌وری، دقت، خلاقیت و تمام این موارد رو با همدیگه اینجا رشدشون بدیم، بهبودشون بدیم و گسترششون بدیم. ما اینجا قراره با همدیگه وارد دنیای هوش مصنوعی بشیم. چه با هوش مصنوعی کار میکنید چه با هوش مصنوعی کار نمیکنید دوستان، این مهارت رو شما باید یادش بگیرید. مهارتیه که اگر نباشه به قطع میتونم بهتون بگم شما جایی توی دنیای دیجیتال ندارید. این مهارت به این قدر مهمه که حالا من جلوتر داستان خودم براتون تعریف میکنم که اصلا چه اتفاقی افتاد که رفتیم سمت هوش مصنوعی و اینقدر توی زندگی ما تاثیر مثبت داشت. و قرار راجع به مهارت و سواد هوش مصنوعی با هم صحبت کنیم. قرار با هم استراتژی‌های هوش مصنوعی رو یاد بگیریم. قرار بدون هیچ پیش زمینه‌ای بیسیک و پایه و مقدماتی هوش مصنوعی رو کامل با هم دیگه یادش بگیریم و باحالیش اینه که مهم نیست شما توی چه شغلی هستید یا اصلا توی هیچ شغلی نیستید و محصلید، دانشجویی، هیچ فرقی نداره. این پایه و بیسیک رو برای مثال میگم شما میخواید رانندگی کنید، نیاز به گواهینامه دارید، نیاز به یادگیری به قول مقدمات ماشین سواری رو دارید دیگه. اون مقدمات ماشین سواری الان دقیقاً همینجاست. مهارت هوش مصنوعی همون گواهینامه شماست و اون رانندگی کردن دنیای دیجیتال الانه که شما برای بودن تو این دیجیتال باید این گواهینامه رو داشته باشید و
یادش بگیرید. امیدوارم تونسته باشم قشنگ و شفاف و اینو بهتون کامل توضیح بدم. و بحث مهارت و تخصص هوش مصنوعی دوستان 2 مرحله از هم جدا هستن. ما اول مهارت رو یاد میگیریم، کار میکنیم باهاش، روزمون رو میسپاریم به هوش مصنوعی، دستیارهایی برای خودمون درست میکنیم، کارهایی انجام میدیم که ازش غرق توی دنیای هوش مصنوعی بشیم و در نهایت تخصص هوش مصنوعی که اصلا توی دسته دیگه قرار میگیره که اینجا فعلا باهاش کاری نداریم. و بریم برای اینکه بتونیم کاملتر این موضوع رو با هم دیگه داشته باشیم به حالا بحث ادب و کاری که همیشه توی محتواهای آموزشیمون انجام میدیم، توی حالا چه وبینارهامون، چه کلاس‌های حضوریمون، چه هر موارد دیگه‌ای که ما این موضوع رو انجام میدیم، یک مقدمه‌ای از خودم توضیح بدم که اصلا من کی هستم و آیا صلاحیت اینو دارم که بخوام راجع به این موضوع با شما صحبت کنم، آیا خود من توی این موضوع فعال هستم یا نه. احتمالاً از پیج‌های مختلفی شما حالا شاید توی این فضا اومده باشید، چون ما فضاهای مختلفی برای ورودیمون برای این آموزش داریم. من پورخالقی هستم، مجدداً اسمم متینه و الان حدوداً میشه از فکر کنم 8 سال 9 ساله که فعالم توی حوزه دیجیتال و دارم کار میکنم و چند ساله که بیزنس خودم راه اندازی کردم. سال 99 شرکتم رو توی ایران ثبت کردم، یک آژانس دیجیتال مارکتینگ بود. کم کم نیشتر شدیم آژانس تولید محتوا و الانم که اینجا دارم با شما صحبت میکنم آژانس دیجیتال و هوش مصنوعی دیان رو ما داریم توی بحث اصلی بیزینسمون پیش میبریم که خب الان خیلی گسترشش دادیم. بعد از یه تایمی تصمیم گرفتیم که حدوداً 1 سال و 1-2 ماه پیش بود فکر کنم، آره 1 سال و 2 ماه میشه حدوداً، از اینکه ما شرکتمون رو توی انگلیس به ثبت رسوندیم، فعالیت‌های بین‌المللیمون رو شروع کردیم مشتری گرفتن از همه جای دنیا. اول با فعالیت فریلنسری شروع کردیم، به قول شرکت ثبت کردیم، حساب بانکی گرفتیم، تجربه کسب کردیم، کم کم مشتری‌های بهتر، افراد بهتر و خب در نهایت الان هم داریم بحث تخصصی استراتژی و تولید محتوا رو به روش‌های نوین، مدرن و با کمک هوش مصنوعی برای مشتریانمون انجام میدیم و که تیم دیان در حال حاضر بیش از 40 مشتری فعال و ثابت داره که داریم در سرتاسر دنیا باهاشون از داخل ایران کار میکنیم و خیلی خوشحالیم که تونستیم یک همچین آژانس خفنی رو، به قولی یکی از آرزوهای خودم بود که همچین آژانس خفنی رو داشته باشیم و خب یه تیم حضوری و یه تیم غیر حضوری فعال هم پشت این داستان هست. چندین ماه پیش ما خب توی فضای بین‌الملل یه سری ایده ها داشتیم برای محصولات دیجیتال، به قولی داشتیم فروش فایل انجام میدادیم اونجا، بحث دراپ شیپینگ و دراپ سرویسینگ کار میکردیم. اومدیم یکی از مدل های بیزینس که بهش میگفتیم فروش فایل رو، به قولی دیجیتال پروداکت ها رو آوردیم توی ایران هم پیاده سازی کردیم و الان داریم بحث فروش فایل دیجیتال رو توی ایران هم کار میکنیم که خیلی بیزینس باحالی شد برای ما. الان در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم ما داریم 5مین بیزینس دیجیتال و آنلاین چقدر سخت شد، آنلاین خودمون رو هم راه اندازی میکنیم که به قولی یک ساختاری رو برای خودمون درست کردیم که با کمک هوش مصنوعی ما این ساختار رو اتوماسیون کردیم، ورودی رو به خروجی تبدیل میکنیم و تونستیم با 1 نفر، یعنی ما تونستیم تمامی موارد ریز بیزینس های دیجیتالمون رو اتوماسیون کنیم و با 1 نفر که فقط اون 1 شخص داره مدیریت میکنه اون کار رو، داریم این بیزینس ها رو پیش میبریم و خب یک ورودی ساختیم، یک فضای تولید محتوایی ساختیم، یک فضای درگیر کننده و یک سری فانل ها درست کردیم که در نهایت به فروش ختم میشه. داریم یک سیستم درآمد غیر فعال خودکار برای خودمون درست میکنیم. تمرکز خودم به شخصه روی سیستم سازی دیجیتال بوده، یک اصطلاحی بود به اسم سیستم سازی که باهاش آشنا شدم توی کلاس اساتیدی که داشتم حالا میرفتم. من بحث سیستم سازی خیلی برام جذاب بود، ولی من به قولی یک جوونی بودم که داشتم با یه سری جوون دیگه یه سری بیزینس‌های انجام میدادم و سیستم سازی برای من یکم گنده بود. میدونین سیستم سازی برای اون کسی، مثلا تو ذهنم فکر می‌کردم برای کسیه که بخواد بره یک کارخونه داره، چند هزار تا نیرو داره و فرآیندهای خیلی بزرگ، دستاوردهای خیلی دقیق داره و خب بیزینس من یه بیزینس آنلاین بود. درسته من حاشیه سود خوبی دارم، درسته من ورودی مالی خوبی داشتم، خیلی به قولی ورودی مخاطب خوبی داشتم تو این موضوع، ولی این بحث سیستم سازی رو خیلی دوست داشتم. میدونین چی بود؟ یک سری چرخ دنده بسازم، همیشه تو ذهنم این بود یه سری چرخ دنده بذارم کنار هم، این چرخ دنده ها به هم دیگه وصل بشن، یه نفر وایس فقط اینو بچرخونه و همه چیز رو تا جای ممکن دیجیتال کنم و شد ترکیب سیستم سازی و دیجیتال که اسمش هم گذاشتیم سیستم سازی دیجیتال، که یه دنیای جدیدی برای خودمون ساختیم. حتی
ما تا نرم افزار مالیمون رو هم خودمون با کمک یه سری ابزارهای خیلی ساده و دم دستی درست کردیم و سرهم کردیم که به شدت کارمون رو پیش برد و خفن کرد و جلو برد. تفکرات خیلی باحالی داشتیم توی تیمم. من چون خودم هیچ وقت حاضر نبودم برای کسی کار کنم و هیچ وقت حاضر نبودم از جای حقوق بگیرم، این تفکر با مسیر من اصلا یه شکل نبود که افرادی برای من کار کنن و پیش من حقوق بگیرن. و وقتی که این تصمیم گرفتم که تمام فرایند سیستم رو درصدی کنم، با 3 نفر بحث مشاوره برداشتم و هر 3 نفر به قطع گفتن که نه، داری حاشیه سودتو، داری چیزی که ساختی و خرابش میکنی، بقولی دست بهش نزن، بذار همینی که هست باشه. خیلی سعی کردم دست بهش نزنم ولی باز نتونستم و دوباره رفتم و اینقدر من اینو دستکاریش کردم، اینقدر اون کمالگرایی و اینا درگیر شد تو این داستان که یک کسب و کار کوچیک رو به یک کسب و کار دیجیتال بزرگ تبدیل کردم، سیستم سازی کردم و تمام همتیمی های من، هم مسیرهای من، دیگه نیروهای من نیستن، هر کدومشون یک بیزینس شخصی یک نفره درست کردن که با اصطلاح فکر کنم بیزینس های شخصی یک نفره آشنا هستیم، به قولی 1% بیزینس ها. هر کدوم از بچهای تیم من شدن یک بیزینس شخصی برای خودشون و من دارم باهاشون کار میکنم، یه سری پروژه با هم دیگه رد و بدل میکنیم و یک سیستمی با یک سری چارچوبا و فرآیندها ساختیم که فوق العاده لذت بخش بود برام. و تا الان اینجوری هم من رشد کردم و هم افرادی که توی تیمم بودن. اصلا در حدی نیستم هنوز که از خودم راضی باشم توی این مسیر قطعا، و اصلا در حدی نیست که بخوام بگم واو ما چقدر خوبیم چقدر بزرگیم. نه، به شدت در حال اینم که هر روز این گسترش رو داشته باشم، به شدت با آدم‌های جدید ارتباط بگیرم تا حدودی و در نهایت بتونم نتایج خیلی فوق‌العاده‌ای خلق کنم، چه برای خودم چه برای مشتریانم و چه برای بیزینس‌هایی که داریم، ایده‌هایی که داریم، تمام چیزهایی که داریم میسازیم و خلقشون میکنیم. خیلی خوشحالم که اینجا هستید. این به رسم ادب باید توضیح میدادم که شما من رو بهتر بشناسید، بیشتر بشناسید. ما تمامی برند هامون رو شما اگر بخواید ببینید آژانس dian.agency توی اینستاگرام هست، ما مشتریانمون اونجا هستن، میتونید مشتریان ما رو توی پیجمون ببینید. ما داریم، واقعا میگم، من فقط توی ایران بخوام براتون مثال بزنم، ما داریم با تاپ ترین افراد ایرانی، مدرسان ایرانی مخصوصا و برندهای شخصی ایرانی کار میکنیم. تمرکز 100 ما اول خب روی بحث برندهای شخصی تو ایرانه و تا الان هم با افراد خوب و واقعا حرفی و فوق العاده کار کردیم که از کار کردن باهاشون هم کلی چیز یاد گرفتیم، همین که کلی تجربه دست آوردیم، همین که کلی ما هم رشد کردیم در قبال این داستان. آژانس دیانمون هست، آکادمی خالقی که به قولی اون چیزی بود که خودم از ته قلبم دوستش داشتم داشته باشمش که الان داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم. یک برند توسعه فردی به اسم پرسوما داریم که آیدیش آی پرسوماست. یک برندیه که تفکراتمون و دغدغه‌های روزمره‌مون رو توی دسته‌بندی توسعه فردی اونجا می اومدیم با آدم‌ها ارتباط میگیریم و بهشون پاسخ میدیم و واقعا لذت بخشه که من چون خودم خیلی علاقه‌مندم به اینکه روی خودم و شناخت خودم کار کنم، گفتم چرا توی این موضوع هم یک بیزینس نداشته باشیم و الان داریم پلتفرمش رو میسازیم و داریم تبدیلش میکنیم به یک پلتفرم و یک اپلیکیشن که کمی گستره‌ترش کنیم. رسانه هیومین رو داریم که به تازگی داریم یکی از بزرگترین رسانه‌های هوش مصنوعی ایران رو قرار راه اندازی کنیم که احتمالاً شاید شما این محتوا رو از اونجا هم دیده باشید و ورود کرده باشید و بدونید که تایمی که من دارم ضبطش میکنم این در حد تازه دیروز ما اسمشو به زبون آوردیم و داریم باهاش کار میکنیم. پرشن چت جی پی تی یکی از پیج‌های دیگه‌مونه که تو حوزه چت جی پی تی تخصصی داریم فعالیت میکنیم. آموزش‌های تخصصی پرامپت نویسی و پرامپت‌های آماده برای دسته‌بندی‌های مختلف اونجا هست که شما میتونید استفاده کنید و به قولی ما خیلی چیزهای زیادی رو میخوایم ولی داریم یاد میگیریم و امیدوارم شما هم مثل من باشید که دوست داشته باشید یاد بگیرید. قطعاً این لیست قرار نیست تا آخر سال همین لیست باشه، قرار کلی بهش اضافه بشه، کلی حذف بشه، قرار کلی ما ایده ها و تارگت های بلند مدت داریم که تنها هدفمون اینه که زندگی کنیم. من اصلا نمیخوام قور بزنم راجع به ایران، ولی همه ما این شرایط رو درک کردیم که اینجا کسی نیست که به فکر ما باشه به غیر از خودمون، اینجا کسی نیست که ما رو بفهمه به غیر از خودمون، اینجا کسی نیست که بهمون کمک کنه به غیر از خودمون، مخصوصا برای افرادی مثل من حداقل که بدون هیچ تجربه پیشینه و هیچ به قولی کمکی وارد یک مسیر جدیدی شدن و شروع کردن از صفر ساختن و خوشحالم که چیزی رو یاد گرفتیم که میتونیم توی همه جا ازش استفاده کنیم.
و فوق العاده است. خیلی به قولی کاری نذاشتن اتفاقی بیفته که دل خوشی نسبت به اتفاقات گذشتمون داشته باشیم توی شرایط فعلی کشورمون. ولی خب امیدواریم. تنها چیزی که بهش باور دارم و حتی ما شعار آژانس دیجیتالمون هم بیلت آن بلیفه، یعنی ما ساخته شده بر پایه باوریم که اینقدر امید داریم، اینقدر باور داریم که همه چیز یک روزی خوب میشه و این امیده هست که ما رو داره فعلا پیش میبره و امیدوارم که همیشه هم باشه. حالا شوخی میکنم. و خب بریم سراغ این دوره حالا صحبت کنیم. فکر کنم توضیحات خیلی زیادی دادم، می‌خواستم کوتاه و جامع باشه و بریم فکر کنم استارتش رو بزنیم دیگه. من قرار خیلی موضوعات مختلفی رو با شما باز کنم که تک به تکشون رو با هم دیگه بررسی کنیم. بذارید من اول به زبان ساده معنی هوش مصنوعی رو اصلا بهتون توضیح بدم، غیر کتابی. همه اینا بزنم کنار. هوش مصنوعی یک چیزیه که به جای ما انسان‌ها فکر میکنه، خلاقیت به خرج میده، حتی تولید میکنه. ما به این میگیم هوش مصنوعی. حالا من بذارید اینجا اول به یه سوال خیلی مهم بهتون پاسخ بدم که شاید دغدغه شما هم باشه. آیا هوش مصنوعی قراره جای شغل منو بگیره یا نه؟ این سوال چند تا بخش داره که من میخوام قشنگ بهتون توضیح بدم. ببینید طبق یه سری آمار هوش مصنوعی قراره 82 میلیون فکر کنم یا 85 میلیون شغل رو کاملا از بین ببره، ولی در مقابلش 92 میلیون شغل جدید ایجاد میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی بخوایم به زبان ساده بهتون بگم، ببین اگر من خیلی دوست دارم، حالا سعی میکنم خودم باشم تو این آموزش، برای همین اگر یه جایی یه کوچولو شاید ضمیرای دوستانه تری استفاده کردم همینجا عذرخواهی میکنم، اینقدر نمیتونم رسمی باشم سر این داستان، ولی خب دوست دارم با هم دیگه ارتباط راحت تری بگیریم. من این ارتباط راحت تر نیازمند اینه که من چیزی که هستم باشم، چیزی که با بقیه ارتباط میگیرم. ببین توی دنیای هوش مصنوعی من میخوام امروز برای مثال یه شغلی دارم. خب من شغلم چیه؟ من تولید کننده محتوام. افرادی توی حوزه تولید محتوا هست میشن که کار با هوش مصنوعی رو یاد نگیرن و کار با ابزارهای جدید هوش مصنوعی یاد نگیرن. یعنی ببین تولید محتوا شغلش تولید محتوا میمونه، فقط هوش مصنوعی جای افرادی رو میگیره که کار با هوش مصنوعی بلد نیستن. اوکی، اون زمان یادتونه مثلا ما میرفتیم توی چاپخونه میدادیم طرحو برامون، چون الان هم هستا، میرفتیم تو چاپخونه طرحو میدادیم برامون، توضیحش میدادیم، همونجا طراحیش میکرد، میبرد تو دستگاه چاپش میکرد و چقدر به قولی حس خفنی داشت. بعدن ابزارهایی اومدن، سایت‌هایی اومدن که من متین بدون تخصص و دانش گرافیک میتونستم از توی تمپلیت‌های آماده کار گرافیکی انجام بدم و بدم اون چاپخونه برام چاپ کنه. اوکی، اون چاپخونه میتونست چیکار کنه؟ میتونست کلی ایده های جدید، کارهای خلاقانه انجام بده که این بخش رو به خودش اضافه کنه. الان هم همینه. ببین اگر شما هوش مصنوعی رو توی حوزه کاری خودتون یاد بگیرید، شما بارتون رو بستید. اگر شما متخصصید، برای مثال میگم توی حوزه دارید تخصصی کار میکنید، ابزارهای هوش مصنوعی تو حوزه خودتون کار یاد بگیرید. یعنی اگر الان دارید من مثلا تو کار خودم مثال میزنم، ما خب تدوین ویدیو انجام میدادیم، بعد از تدوین ویدیومون زیرنویس تایپ میکردیم میذاشتیم، بعد از زیرنویس میرفتیم به قول دیگه خروجیش میگرفتیم برای مشتریمون میفرستیم، اون تایمی که برای مشتریمون کارهای تدوین و ادیت انجام میدادیم. بعد خب وقتی اپی مثل کپشن اومد و داره با یک دکمه زیرنویس میذاره، من چرا نرم کار با کپشن رو یاد بگیرم؟ درسته یه بار زمان میذارم میرم کار با کپشن رو یاد میگیرم و بعد دیگه زیرنویسای من چی میشن؟ خودکار، راحت. الان پستای پیج من پستا رو گوشیو میذارم اینجا تو همون اپ، به قولی حالا ادیت تازگی میام تو اپ ادیت اینستاگرام، مثلا تو همون کپشن ضبط میکنم، محتوامو صحبت میکنم، تایید میذارم، زیرنویس بهم میده. من دیگه چرا برم بشینم تایپ کنم، زیرنویس دستی قرار بدم؟ قبل از این که این کپشن حالا باشه، من میگم چه اتفاقی میافتاد. قبل از اونم ابزارهای تبدیل وایس به متن بودن. ما صدا رو پخش میکردیم، صدای اون ویدیو رو، متنشو میگرفتیم، جایگذاری میکردیم. بعدش سایت هایی اومدن که ویدیو رو میدادیم به ما زیرنویس میداد و الان هم دیگه خب رو همون ویدیو ما همه کاراشو انجام میدیم، تایید میزنیم و تمام. تازه الان من خیلی کارم ساده تر شده. من الان یه ویدیو میشینم ضبط میکنم، بعد میدمش به کپشن، هم نفسای بینشو میگیره، هم خودش کاتا رو میزنه، هم زیرنویسشو میندازه. حتی یه سری قابلیت ها داره الان که خودش تدوین انجام بده، ادیت کنه، افکت اضافه کنه، خیلی قشنگن.
حالا اونقدری که من مثلا باشون کار کنم، من چون مینیمال بودن خیلی بیشتر ترجیح میدم، ولی نفسای بین صحبت منو میگیره، خیلی راحت زیرنویسم میذاره، من خروجو میذارم همونجا، شیر تو اینستاگرام میذارم، به همین سادگی و راحتی. خیلی کارهای خلاقانه است. حتی میتونه برای شما زیر صدا جنریت کنه. میدونید بهش میگید که میگید بر اساس مدل صحبت من و مدل ویدیو من زیر صدا تولید کن. حتی من ببینید نمیخوام برم ثبت ابزارهای سخت، حتی همون نرم افزار کپشن که نرم افزار زیرنویس گذاشتن برای گوشیه، الان شما برید نصبش کنید، گوگل سرچ کنید خرید اکانت اشتراکی کپشن 90,000 تومان یه اکانت یک ماه بخرید، این نرم افزارتون رو به حالت پرو تغییرش بدید، بذارید یعنی از حالت پول، از حالت رایگان بهش حالت پولی، به همین سادگی. وقتی که پولیش کردید، حالا برید یه قسمتی داره شما از خودتون یه عکس میگیرید، میگه توی زوایای مختلف از این ور دهن باز، دهن بسته، لبخند، از خودتون عکس میگیرید، عکس‌ها رو میدید بهش، تصویر شما رو به قولی ثابت نگه میداره. حالا بهش محتوا بدید، پرامپت بدید، بهش بگید که یه ویدیو آموزشی در رابطه با هوش مصنوعی بساز، تصویر شما رو با صدای شما که کلون شده است، از توناژ صدای خودتون در آورده، شروع میکنه براتون محتوا ساختن. یعنی شما یک بار یک تصویر میگیرید و یه بار یه وایس براش ضبط میکنید، میتونید ده‌ها و صدها محتوا باش بسازید، ده‌ها و صدها محتوای خلاقانه و باحال که صدای شماست، تصویر شماست، میمیک شماست، اینقدر واقعیه که شاید کمتر کسی بتونه متوجه بشه که این با هوش مصنوعی ساخته شده. اوکی. و خیلی هوش مصنوعی مثل هیجن هست، شما به فارسی صحبت کردید، به هزاران زبان مختلف میتونید ترنسلیتش کنید، تبدیل کنید، بعد بدون اینکه حرکات لب شما رو خراب کنه، بدون اینکه صدای شما رو تغییر بده. دوستان خیلی دنیای هوش مصنوعی جذابه. ما حالا خیلی از این ابزارا رو جلوتر من رایگاناشو باهاتون کار میکنم، توضیح میدم، با هم دیگه کارش میکنیم. فقط حرفم اینه جدیش بگیرید. توی حوزه کاری، هر حوزه کاری کلی، حتی ببینید حالا این تمرین عملی داریم جلوتر، من اگر قرار امروز ظهر آشپزی کنم، خب چی کاری باید انجام بدم؟ فقط کافیه که برم به چت جی پی تی بگم که توی یخچال من اینا هست، اصلا عکس بگیرم از یخچالم، میگم چت جی پی تی توی یخچال من اینه، چی درست کنم؟ خودش بیام بگه چی درست کنم. حتی میتونم از گیاهم یه عکس بگیرم، این گوشش اینطور شده، میتونی تحلیل کنی که چرا این اتفاق افتاده. ببین ما الان برای مشتریانمون داریم کاراکترهای هم انیمیشنی هم غیر انیمیشنی میسازیم، یعنی عکس تصویرشون رو میدن به ما، صداشون هم به صورت وایس میدن به ما اون تصویره رو توی لوکیشن های مختلف با یه هوش مصنوعی میسازیم، یعنی لوکیشنش رو هی به قولی با هوش مصنوعی بک‌گراندش رو عوض میکنیم، خیلی باحال. بعد میایم محتوای آموزشی آماده میکنیم، میدیم به اون هوش مصنوعی، صداش هم میدیم. در عرض نیم ساعت میتونیم بالای 30 الی 40 تا ریلز آموزشی اینستاگرام براشون درست کنیم که اون شخص هیچ دخلی، هیچ دخالتی توش نداشته. یا برای بعضی هم که دوست ندارن چهرهشون باشه، براشون کاراکتر و انیمیشناشون رو میسازیم، سناریو میسازیم. ببینید دنیای هوش مصنوعی خیلی داره تند میره جلو. من تو حوزه تولید محتوا هم دارم برای مشتریان استفاده میکنم، هم برای خودم هم خیلی کارا دارم انجام میدم که البته من روی این آموزش یه پرامپت که تولید محتوا هم داریم که به صورت هدیه اینجا قرارش دادم. روی اینم شما این پرامپت که تمام کاریه که ما صبح تا ظهر داریم انجام میدیم، گفتم شاید کسایی که حوزه تولید محتوا هستن دوست داشته باشن از این داستان استفاده کنن. برای مثال ما قبلا برای هر مشتریمون کمپین مینوشتیم، رفتیم تمام کمپین‌های فروشی که تا الان برای مشتریانمون بستیم و سرهم کردیم، بیشترین نرخ تبدیلش رو جدا کردیم، به قولی با هوش مصنوعی با چت جی پی تی صحبت کردیم، تبدیلش کردیم به یه پرامپت و الان برای ساخت کمپین ما فقط یه دکمه میزنیم، همین. و کمپین‌هایی بهمون میده که آزمون خطا شدن، هوش مصنوعی پشتشه و روز به روز ازشون تحلیل داریم میگیریم. اصلا دیوانه کننده است که حالا جلوتر اینا رو بهتون کامل توضیح میدم. خب الان هوش مصنوعی تو زندگی روزمره ما کجا قرار میتونه بگیره؟ اگر تولید کننده محتوایید میتونه ایده بده، عنوان بنویسه، کپشن بنویسه، اسکریپت بنویسه، اصلا کلا بنویسه براتون، حتی بسازه براتون، حتی خلق کنه براتون. من خیلی از پست‌های اینستاگرام خودم رو، تصاویری که پست میکنم رو ایده‌ای دارم تو ذهنم، با هوش مصنوعی درستش میکنم. یا مثلا خیلی وقت تو فکر این بودم که یه تتو بزنم، دارم با هوش مصنوعی داستانای زندگیمو بهش میدم، بعد میگم داستانای زندگیمو جاهایی که برام خیلی احساسی ان، خیلی ارزشمندن رو تبدیل کنه به یه طرح و اون طرح رو بده تا من بتونم برم تتو بزنم. اگر دانشجویید میتونه براتون خلاصه کنه، ترجمه کنه، مقاله تولید کنه، تمریناتتون رو حل کنه. از صفحه اون تمرینتون یه عکس بگیرید بدید براتون حلش کنه. الان هوش مصنوعی اینقدر تحلیلش خوب شده، اینقدر دقیق شده که اصلا باورتون نمیشه. اگر مربی یا مدرس هستید بگید براتون آزمون طراحی کنه، دوره طراحی کنه، اصلا طرح دوره براتون بنویسه. یا
میخواید یه ایده دارید، میخواید امروز یه درس دارید، من جلوتر یه هوش مصنوعی به اسم گاما بهتون معرفی میکنم که چجوریه. بهش میگید که آقا من یه پاورپوینت میخوام برای ارائه درس مثلا فلان، خودش طرح درس رو بر اساس چیزهای درست در میاره. شما طرح درس رو میبینید، تایید بهش میدید، یعنی با یه پرامپت یه طرح درس میده که خودش طرح درس رو به یک پاورپوینت گرافیکی آماده یه دانلود با ارائه بهتون میده. یعنی عملاً مهارت. ما یه شغلی داشتیم، خب افرادی بودن که کار پاورپوینت انجام میدادن دیگه، الان عملاً اون شغل نیست. یا اگر اون شخصی که پاورپوینت تولید میکنه بتونه با هوش مصنوعی پاورپوینت تولید کنه، الان موفقه. اوکی؟ ادمینای پیج، ما داریم یه سری دستیار هوش مصنوعی الان میسازیم که کار ادمین پیج رو انجام بده. یعنی چی؟ ما یه ادمین فروش الان داریم برای یکی از مشتریان میسازیم. حالا ما من اصطلاحات رو جلوتر بهتون میگم. ما داریم یه اتوماسیون میسازیم با سایت N8N که به قولی داریم یه دستیار هوش مصنوعی تولید میکنیم. دستیار چیه؟ دستیار یه سری کار خاص رو برای یه سری ادمین خاص انجام میده. ما یه سری ادمین فروش داره مشتریمون، بعد میخوایم به قولی تمام ادمینا رو تبدیل کنیم به یه ادمین. برای همین یه دستیار هوش مصنوعی داریم میسازیم در بستر تلگرام که آدم‌ها بتونن بیان اسکرین شات مشتری بفرستن، اون ادمین بهشون پاسخ تخصصی فروش بهشون بده. اسکرین شات از کپشن بفرستن، کپشن فروش خوب بهشون بده. مسیر کمپین رو بهشون بگن، تحلیل کنه کمپینشون رو، بهبود بده کمپینشون، یا اصلا بگن که کمپین میخواد براشون کمپین فروش ببنده بر اساس جدیدترین و بهترین تکنیک‌های روز، یا اصلا اسکرین شات از پیجشون بفرستن بگی که آقا این پیج منه، بعد بیاد برای پیجش انحصاراً کمپین ببنده. یا مثلا برای یکی دیگه از مشتریانمون، البته اینو می‌خواستیم رو حوزه خودمون تو آکادمی خودمون هم تستش کنیم، ولی خب هنوز این کارو انجام ندادیم چون هنوز ارتباط شخص به شخص داریم انجام میدیم. توی حوزه شما میتونید توی حوزه مثلا من به قولی پشتیبان باید داشته باشه آکادمیم، یه هوش مصنوعی الان خیلی هستن این کارو انجام دادن و هوش مصنوعی که پشتیبان آکادمی ان. ما فقط این هوش مصنوعی در بستر تلگرام داریم میسازیمش، یه سری کارهای خاص داریم بهش لینک میکنیم، از اوپن ای پی آی گرفتیم بهش لینک کردیم که شما اگر بهش وایس بدید با وایس هم بهتون جواب بده. یعنی شما به این ربات تلگرام وایس میدید که سلام، من تو این قسمت تامینم به مشکل برخوردم، نمیدونم اینجا چه کار انجام بدم، میخوام این کارو انجام بدم، تایید. کمتر از 10 ثانیه با وایس بهتون پاسخ داده که چطوری اون کارو انجام بدید. اینقدر خفره. ببینید عملاً ما داریم یه سری از کارهای روزمره خودمون رو با هوش مصنوعی اتوماسیون هاشون میسازیم و به قولی سیستمیشون میکنیم، سیستم سازیشون میکنیم. اگر صاحب بیزینس هستید، شما بحثای پشتیبانیتون، پاسخگوییتون، ایمیلاتون، تولید محتواتون، تحلیلاتون، آمارهاتون، به قولی مشاورتون، دستیار کسب و کارتون میتونید با هوش مصنوعی انجام بدید. اگر فریلنسرید، از بیس نوشتن رزومه تا یک پروفایل که تو لینکدین بخواید بسازید تا اجرای اون کار رو هوش مصنوعی میتونه برای شما انجام بده. و ببینید دوستان، الان هم قرار نیست یه راست بریم سراغ ابزار، قرار مرحله یادش بگیریم. اگر خونه دار هستید، برنامه‌های غذایی، بودجه بندی، آموزشایی که به بچه‌تون می‌خواید بدید، روزمره‌تون و تمام کارهای حالا جوتر اینو با هم دیگه تمرین عملی انجام بدیم، تمام کارهای روزتون رو میتونید با هوش مصنوعی به عنوان یک خانم یا آقای خونه دار قشنگ انجامش بدید. و دیگه اگه هم نویسنده و به قولی تو این حوزه هستید، ما الان یه شغل داریم جدید کلا تو دنیا اضافه شده، یه مهارتیه به اسم نویسنده دیجیتال که من خودم الان دارم انجامش میدم، دارم یادش میگیرم و اولین کتاب من به زودی قرار تو این هفته به صورت دیجیتال منتشر کنم تا حالا بعد برام برای بحث چاپش. شما میتونید با هوش مصنوعی بنویسید، یک مهارت، یک شغل جدید توی دنیا. شاید الان توی فضای به قولی ایران که وارد نشده یکم نسبت بهش گارد باشه که آقا نویسندگی یه چیز هنریه، یه چیزی که از دل میاد. من خودم علاقه‌مند به هنرم، ولی هنرها هم دارن آپدیت میشن و چیزای جدید داره بهشون اضافه میشه. در کل دوستان، آینده برای کساییه که دارن با هوش مصنوعی کار میکنن، همکاری میکنن با هوش مصنوعی، از هوش مصنوعی استفاده میکنن، نه افرادی که قراره با هوش مصنوعی رقابت کنن. خیلی ها هستن گارد دارن نسبت بهش و کاش این گارد زودتر شکسته بشه. معنی کتابی هوش مصنوعی دوستان میشه مجموعه از فناوری‌ها که با الهام گرفتن از توانایی شناختی انسان که خیلی به مغز انسان، اصلا بیشتر الگوریتمایی که من خودم الان دارم یاد میگیرم و تدریس میکنم، الگوریتمایی که از روی مغز انسان برداشته شده و خب اینجوری دارم درس مغزم یه جوری یاد میگیرم. مثل یادگیری، تحلیل، استدلال و تصمیم گیری، ماشین رو قادر میسازه که در مواجهه با داده‌ها واکنش‌های هوشمندانه از خودش نشون بده. این زبان به قولی بحث تخصصی
هوش مصنوعی. حالا فرق اون تخصص مهارتی که گفتم چیه؟ ببینید تخصصی هوش مصنوعی میشه افرادی که برنامه‌نویسن، پژوهشگرن، مهندسن یا میخوان الگوریتم‌ها رو توسعه بدن، مدل‌های هوش مصنوعی تولید کنن، توی ریاضیات ازش استفاده کنن، حتی مدل‌های هوش مصنوعی بسازن و خب نیاز به تحصیلات آکادمیک و فنی داره. ولی افرادی که میخوان مهارت هوش مصنوعی یاد بگیرن، حالا مهارت چیه؟ مهارت میشه روزمره شغل‌ها، کسب و کارها، دانشجوها، کارآفرین‌ها، کاربردهای عمومی توی بیزینس، توی زندگی، برای حل مسائل، تصمیم گیری‌ها، کارهای روزمره‌ای که انجام میدیم. و خب مهارتیه که باعث میشه ما زندگیمون بتونه تا 80% بهره‌وری و سرعت بیشتری داشته باشه. فقط دوستان یادتون باشه یه جا بعد این ترمزه رو بکشید، چون ما یه چیزی هم داریم به اسم وابستگی یا که اصلا یه بحث خیلی بزرگه که شما وابسته بشید به AI استفاده کردن توی یه سری تحقیقات نشون دادن که باعث میشه هوش کلامی شما، هوش هیجانی شما و قدرت خلاقیت شما بره بالاتر. حتی من کاری به اون قسمت ندارم، قطعا تاثیر مثبت داره، ولی از یه حدی به بعدش هم باعث میشه که شما وابستگی به وجود بیاد که دیگه مغز شما، ما یک مدلی توی مغزمون داریم به قولی فعالیت میکنه که وقتی یک چیزی باشه که از روش برداره دیگه خودش اون پروسس رو انجام نمیده. یعنی چی؟ من اینجا روی کاغذ یه مثال میزنم، میام مینویسم که من فردا باید برم دفتر. اینه که از درسای مغز دوستان که من تو همین الگوریتم‌ها یادش گرفتم. من فردا باید برم دفتر. من اگر اینو بنویسم، مغز من دیگه نیاز نیست اینو به من یادآوری کنم که من فردا باید برم دفتر. مغز من فقط چی رو اینجا نگه می‌داره؟ جایی که من این کارمو نوشتم. یعنی مغز من اینو اینجا سیو میکنه که من یه کار مهمی رو برای فردا تو دفترم نوشتم. یه چیز ریزو نگه می‌داره. حالا من میرم تو دفترم نگاه میکنم، خب برنامه جلسه با آقای فلانی راجع به این موضوع، راجع به این داستان‌ها. مغز ما وقتی می‌بینه که یه جای یه چیزی ثبت شده، دیگه نمیره که اونو اونجا برای خودش تحلیل کنه. مغز ما دوستان دنبال ساده سازیه، دنبال اینه که سریع‌تر به نتیجه برسه، بهره وریشو ببره بالا. و این هوش مصنوعی هم دقیقاً همین جوری ما رو معتاد خودش میکنه دیگه. خب من الان با هوش مصنوعی دارم تولید محتوا میکنم، دیگه نمیتونم خودم بشینم تولید محتوا کنم. برای همین یه سری تمرینا داریم که من فصل آخر بهتون توضیح میدم، یه سری تمرینایی که باعث نشه مغز ما تنبل بشه توی استفاده از هوش مصنوعی و همیشه در جهت رشد و بهبود باشه. ما توی دنیای مخصوصا هوش مصنوعی هامون ما 3 مدل مهارت داریم دوستان که شما باید این 3 تا مهارت رو داشته باشید. یه سری مهارت‌های نرمن یا سافت اسکیلزن، به مهارت‌های گفته میشه که به قولی با هوش مصنوعی نمیشه انجامشون داد و الان در حال حاضر البته نیازمند تفکر انسانی هستند، نیازمند تصمیم گیری انسانی هستند. مثل رهبری کردن. من قرار یک تیم رو رهبری کنم، من قرار یک تصمیم خلاقانه بگیرم، قرار یک هنری رو خلق کنم. بهش میگن مهارت نرم یا سافت اسکیلز. مهارت‌های سخت حالا یا فنی یا هارد اسکیلز داستانشون اینه که تو درس بعدی داستانش اینه که مهارت‌هایی که راحت با هوش مصنوعی میشه انجامشون داد، اتوماسیونشون رو ساخت. مثل تولید محتوا، راحت شما میتونید محتوا رو با هوش مصنوعی بسازید. مثل پرامپت نویسی، مثل دستیارای هوشمند، مثل به قولی تحلیلگرای داده، اصلا کسایی که کارشون تحلیل داده است، کاری که میشه با هوش مصنوعی انجام داد. فنی ها معمولا دوستان میشه با هوش مصنوعی انجامشون داد. کلا مهارتایی که این مدلی ان. و در نهایت هم هایبرید اسکیلز، مهارت‌های ترکیبی، یعنی یه بخشیشو ما باید انجام بدیم، یه بخشیشو هوش مصنوعی انجام بده. 90% کارهای روزمره ما دوستان همینه. و حالا چه کارهایی رو ما باید به هوش مصنوعی واگذار کنیم؟ چون اگر نباشه حذف میشه این داستان. ببینید کارهایی که الگوریتمن، قابل پیش بینی‌ان، فرایندشون مشخصه، روتینن، روزمره‌ان، اینا تماماً قابل جایگزینی با AI ان. مثلا میگم بودجه بندی مالی یه کاریه که مشخصه، قابل پیش بینیه، الگو داره. اینا قابل انجام با هوش مصنوعی هستن. کارهایی که نیازمند تصمیمات لحظه‌ای، هوش هیجانی و اینجور موارد هستن قابل جایگذاری به AI نیستن، ولی قابل انجام با AI هستن. یه سوالی از من خیلی پرسیده میشه، میگن چرا خب باید هوش مصنوعی یاد بگیریم وقتی کسی هست که بره هوش مصنوعی یاد بگیره؟ من باز برمیگردم به اون حرف اولم، یک مهارت
مثل اون گواهینامه رانندگیتون، اگر قرار باشه رانندگی کنید، اگر قرار باشه تو دنیای دیجیتال باشید، شما باید مهارت هوش مصنوعی یاد بگیرید. چون این AI فقط برای متخصصا نیست، اصلا عملاً AI اومده که متخصص رو از بین ببره. ما قرار متخصص استفاده از AI بشیم. اصلا الان من با هوش مصنوعی یکی از سرفصل‌های همین دوره است، یه سایت براتون طراحی میکنم به یک زبانی که باورتون نمیشه و به نحوی که حتی غیر قابل، برای خودم اول که دیدم خیلی غیر قابل باور بود که اصلا میشه این کار رو انجام داد و الان دارم این کار رو انجام میدم و چقدر سایت باهاش ساختیم و چقدر خلاقانه بوده. پس ما توی هر حوزه‌ای با کمک هوش مصنوعی میتونیم سریعتر، بهتر، ساده‌تر و با بهره‌وری بالاتر اون کار رو انجامش بدیم و تقریبا همه کارهای ما با AI میتونه انجام بشه و ما باید استفاده کنیم. خب سرفصلی که ما قراره در ادامه این داستان با همدیگه یاد بگیریم، من سعی کردم کامل مهارت هوش مصنوعی بهتون توضیح بدم، جا بیفته براتون که چرا اینقدر مهمه، چرا مثل سواد اینترنتی اینقدر واجب شده. ادامه داستان میریم سراغ اصطلاحات پرکاربرد توی دنیای AI. یه سری موارد هستن ما احتمال داره از گوش و کنار شنیده باشیم یا در نهایت بشنویم که اونجا با همدیگه بررسیشون میکنیم که بدونیم چه اصطلاحات و چه کلماتی توی این دنیا هست و اصلا کاربردشون چیه، مفهومشون چیه و چه داستانی پشتشون هست و بعد با همدیگه راجع به مهارت پرامپت نویسی کار میکنیم. شما اینجا تماما تخصصی پرامپت نویسی رو یاد میگیرید که هر کاری که قراره با AI ما انجام بدیم، حتی یه دستیار هوش مصنوعی ساختن نیازمند یه پرامپت، یعنی هر چیزی که الان با AI هست نیازمند یه پرامپت هست که ما مهارت پرامپت نویسی و زبان هوش مصنوعی به قولی زبان هوش مصنوعی با هم دیگه یاد میگیریم که چطور با هوش مصنوعی صحبت کنیم که نتیجه بهتر بگیریم. مثل این میمونه که من بیام بگم که هوش مصنوعی برام 3 تا محتوای اینستاگرام تولید کن، یا بیام یه پرامپت درست حسابی، یه دستور درست حسابی بدم که واقعا 3 تا محتوای درست حسابی برای من درست کنه و تحویلم بده یا بتونم تو موقعیت‌های مختلف ازش استفاده کنم. یه سری ابزار دوستان معرفی می‌کنم بهتون برای ساخت موزیک، ساخت سایت، ساخت تصویر، ساخت ویدیو. همه رایگانن. من چقدر سوتی دارم میدم. همشون رایگانن. سعی می‌کنم تا جای ممکن رایگانا رو توضیح بدم. همه رو با هم دیگه عملی تست می‌کنیم. شما بتونید آخر این به قولی پروژه‌ای که داریم با هم دیگه کارش می‌کنیم ویدیو بسازید، موزیک بسازید، سایت بسازید، دستیار هوش مصنوعی بسازید، پرامپت بسازید، به قولی صدا، وایس، پادکست، هر چیزی که نیاز یاد بگیریم، به اضافه تکنیک هایی که ما توی تیم خودمون داریم استفاده می‌کنیم که کارمون رو بهتر کنه. مثلا برای تولید عکس یه تکنیکای استفاده می‌کنیم که بتونیم عکسای خفن‌تر رو باحال‌تری به تجربه شخصی خودمون درست کنیم. حتی یه سری سایت‌ها رو تو معرفی می‌کنیم برای بحث تولید محتوا، برای بحث ساخت تولید محتوا با AI، تولید محتوا بدون AI با قالب آماده، حتی چون خودم خیلی دوستش دارم بهتون معرفیش می‌کنم. یه سری تکنیک‌های ساخت تولید محتوا می‌خوام بهتون یاد بدم اینجا که شاید استفادهتون بشه. یعنی محصول پرامپت بوکمونه که روی این به قولی دوره بهتون رایگان هدیه داده میشه، اینجا آموزش استفاده ازش هم براتون قرار میدم که شما بتونید نحوه استفاده ازش و ساخت محتوا با اون پرامپت بوک ما رو داشته باشید که دیگه عملاً دغدغه تولید محتوا کردن توی هر پلتفرمی رو از ذهنتون خارج کنه. من اینجا یه پیشنهادم بهتون بگم، اگر شرایطشو دارید و به قولی میتونید به این موضوع گوشه و کنار ذهنتون فکر کنید، به فکر راه اندازی یک بیزینس آنلاین شخصی باشید. اگر دارید که دمتون گرم، شما همین الان 10 قدم جلو هستید. اگر ندارید، بیزینس آنلاین شخصیتون رو راه اندازی کنید یا بیزینستون رو اگر فیزیکی به آنلاین تبدیلش کنید، تو فضای آنلاین هم فعالیت کنید یا حداقل از ابزارهای آنلاین استفاده کنید. یا اگر هیچ بیزینسی ندارید و به قولی حوزه‌ای هست که بهش علاقه‌مندید، توی اون حوزه یک بیزینس آنلاین شخصی بسازید. یعنی شما اگر علاقه‌مند به دنیای فیلم و سریال هم باشید، میتونید توی حوزه فیلم و سریال یک بیزینس آنلاین شخصی یک نفره بسازید بدون هیچ مهارت تجربی خاصی و بدون هیچ هزینه خاصی و بیزینس شخصیتون رو بیارید بالا. نمیخوام اینجا بهتون میگم چطور بیزینس شخصی بسازید، اون فضاش یه جای دیگه است، ولی شما حتی با علاقه‌مند بودن به یک حوزه هم میتونید بدون هیچ مهارت و تخصص و هزینه خاصی بیزینس شخصیتون رو بسازید و ازش درآمدزایی کنید. حتی تو حوزه کتاب، حتی تو حوزه‌هایی که خیلی روزمره‌اند مثل ورزشی که دارید انجام میدید. اگر هم تخصصی دارید که دیگه قطعاً پیشنهاد میکنم که باید به صورت آنلاین مهارتتون رو ارائه بدید. همون پیشنهادی که بچهای خودم میکنم، آقا شما متخصص یک حوزه هستید، به صورت آنلاین هم ارائهش بدید، چرا که نه. استفاده یک برنامه عملی هم دارم براتون توی یکی از سرفصلامون که یک روزمون رو با هوش مصنوعی 0 تا 100 انجام بدیم.
و دستیار شخصی توی برنامه دیگه با هم دیگه می‌خوایم بسازیم با هوش مصنوعی ساده، یک سری میکرو اتوماسیون ها و اتوماسیون های ساده با هم دیگه بسازیم بدون باز میگم هیچ کدنویسی مهارتی و بدون هیچ پیش زمینه خاصی. ما تمام هدفمون اینه که من انگار صفرم توی دنیای هوش مصنوعی، الان قراره تبدیل بشم به یک کسی که داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه و مهارتش رو یاد گرفته. و در نهایت یه بخشی هم داریم به اسم هوش مصنوعی در بیزنس که اون بخش دوباره برای افرادیه که میخوان توی کسب و کارشون، توی بیزینس شخصیشون از به قولی این داستان استفاده کنن. ما اینجا قرار نیست صرفا بیایم تئوری به شما توضیح بدیم. اولا که من تا الان فکر کنم خیلی هم صحبت کردم، حدوداً چقدر شده؟ آره 40 دقیقه. خدای من خیلی صحبت کردم در رابطه با هوش مصنوعی، ولی خب باید اینقدر صحبت میکردم که قشنگ براتون جا بیفته، قشنگ براتون مهم باشه این موضوع. از اینجا به بعد یه کوچولو عملی تر میشه، ابزارا رو میاریم بالا، اکانت میسازیم با هم دیگه، اونور اطلاعاتمون رو وارد میکنیم، حتی با هم دیگه اکانت چت جی پی تی میسازیم. یعنی همه چیز رو سعی کردیم بیسیک و پایه در نظر بگیریم که هیچ چیز نیازی برای این به قولی دوره ما نداشته باشید. فقط شما یک گوشی یا لپتاپ داشته باشید کافیه، همین. فقط بدونید که چطور این لپتاپ روشن میشه، به اینترنت وصل بشه، کافیه. و بریم که با هم دیگه مهارت هوش مصنوعی رو به خودمون اضافه کنیم که از دنیای دیجیتال عقب نیفتیم.